جمله از آقای سیستانی نقل بکنم. اینو به بابا گفته بود ایشون، حالا چون بابا نیست میتونم اینو بگم، شاید اگر بود خود ایشون اگر می‌خواستن این جمله رو میگفتن. به آقای سیستانی به بابا گفته بود بلایی که شما ایرانی‌ها سر شیعه آوردین، منظورش حکومت ایران بود، سر شیعه آوردین، شیعه هیچ وقت اینقدر در این شرایط حالا اسمش چجوری بگم، نمیخوام اون کلمه رو به کار ببرم، در این شرایط حالا همون عبارت رو بگم، خفت و خاری نبوده که الان شیعه در جهان به این روز افتاده. خب خود آقای هاشمی مخاطب این حرف بودند یا نبودند؟ خب اینو به آقای هاشمی گفته بود دیگه. نه منظورم که آیا خود ایشون مخاطب بودن که به هر حال مقصر هم بودن یا نه؟ نه، چیزی که ایشون گفته بود نه، یعنی خطابش این نبود که شما این کارو کردین، خطابش به دیگران بود. مسئولیت بسیار بالایی توی جمهوری اسلامی داشتن. آره، ولی شما دقت بکنید سیاست‌های ما در رابطه با سوریه و یمن و حزب الله لبنان و حالا شیعیان تو آقاینا از زمانی به طرف حادی و تخریب رفت که دیگه آقای هاشمی نه رئیس جمهور بود، دوره آقای خاتمی هم گذشته بود حتی ریاست جمهوریش، یعنی تو دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی این اتفاق اینجوری نیفتاد، یعنی حمایت‌های ما اینقدر آدم‌ها رو تخریب نکرده بود. مثلا بعد از اونم که خود آقای هاشمی جزء منتقدین بود دیگه. مثلا لبنان شما اشاره کردید، خب حزب الله لبنان در چه زمانی شکل گرفت؟ در زمانی که آقای هاشمی هم مسئولیت داشته در جاهای مختلف دیگه. نقش حزب الله رو اگر ما تو خود لبنان هم بخوایم تفکیک بکنیم یا تحلیل درستی از ارائه بدیم، دوره به دوره فرق میکنه. یعنی اون دوره‌ای که قدرت گرفت چه کارهایی کرد و اون دوره‌ای که قدرت گرفت چه کارهایی کرد، اینا هم با هم دیگه دوره‌هاش فرق میکنه. یعنی باز من نمیگم آقای هاشمی بی تقصیره، ولی حتما هم ایشون هست، ولی باز دوره به دوره این جریانات اوجی که پیدا کرد و شدتی که پیدا کرد باز زمانی بود که آقای هاشمی اون مسئولیت‌های اجرایی رو نداشت و در واقع یه جوری جزء منتقدین بود. مثلا من باز یادآوری می‌کنم آقای هاشمی به آقای قاسم سلیمانی گفت وارد سوریه نشید. مثلا ممکن الان شما بگیم حضور ما در سوریه یا مستشاری ما در سوریه خود آقای هاشمی هم نقش داشته، خب نداشته. آره، اما درباره سیاست ایران در قبال کشورهای دیگر، کشورهای منطقه، خب ما دوره به دوره فرق